سلام، به پادکست خودتون خوش اومدین. مریم هستم و اینجا برای داشتن یه زندگی مایندفول با هم مدیتیشن میکنیم تا برای دقایقی آرام بودن و در لحظه بودن رو تجربه کنیم و کم کم این آرامش در تمام لحظاتمون جاری بشه. عزیزان، امیدوارم خوب باشین. با مدیتیشن امروز که مربوط به تعادل چاکراها هست، احساس خواهید کرد که متمرکزتر و متصلتر به بدن خودتون هستید. همچنین شاید نسبت به بدن و سطح انرژیتون آگاه تر بشین و تعادل بیشتری رو حس کنید. از نظر شرقی ها، چاکراها مراکز انرژی در حال چرخش هستند در بدن. چاکرا یک کلمه سانسکریت به معنای چرخه. به نظر میرسه که هر چاکرا اسم و رنگ به خصوصی داره و در دنیای شرق معتقدن که زمانی که مجرای چاکراها بسته بشه یا از تعادل خارج بشه منجر به بیماری میشه. خب بریم سراغ مدیتیشن. قبل از شروع اگر تمایل داشتین کمکی کرده باشین به پادکست، ممنون میشم کانال یوتیوب پادکست رو سابسکرایب کنین که لینکش در توضیحات هست و از اونجا هم پخش کنین ویدیوها رو و لایک کنین که کمکی هم به یوتیوب ما بشه. ممنونم. پس برای شروع یه جای راحت پیدا کنین. بهتره به حالت نشسته باشین. چشماتون رو اگه مقدوره ببندین و به خودتون اجازه بدین که این زمان رو فقط برای خودتون اختصاص میدین. شروع کنین با گرفتن چند نفس عمیق. احساس کنین سینه‌تون بالا و پایین میره. دم بگیرین و بازدم آروم و عمیق. اجازه بدین آگاهی شما به سمت درون بره، از بالا و پایین رفتن شکمتون یا قفسه سینه‌تون در دم و بازدم آگاه بشین. حالا کم کم الگوی طبیعی تنفستون رو ادامه بدین. نفس‌ها طبیعی باشه. احساس کنین هماهنگی بین ورود و خروج هر نفس رو و همزمان توجه خودتون رو به چاکرای اول بیارین، واقع در پایین ستون فقرات، جایی که با زمین در تماسه. وقتی که نشستین احساس کنین که یک توپ نورانی قرمز رنگ در اونجا وجود داره. چند نفس عمیق بکشین و احساس کنین که این نور روشن‌تر و قوی‌تر میشه. اجازه بدین این انرژی نورانی قرمز ارتباط بین زمین، مادر زمین و بدن شما رو ترمیم کنه. حسش کنین اون ناحیه رو. حالا به آرومی توجه خودمون رو به چاکرای دوم میبریم، واقع در پایین ناف، حدود 2 بندانگشت پایین تر از ناف. احساس کنین یک توپ نارنجی درخشان یا یک دیسک درخشان نارنجی در حال چرخش و تابشه در اون قسمت.
چند نفس عمیق بکشین و ببینین که این نور روشن‌تر و قوی‌تر میشه هر بار که نفس میکشین. اجازه بدین که این نور ارتباط شما با احساسات و خلاقیتتون رو ترمیم کنه. حالا به آرومی توجه خودمون رو به چاکرای سوم، چاکرای شبکه خورشیدی میبریم. در ناحیه شکم. احساس کنید یک توپ نورانی زرد رنگ یا یک کره یا دیسک، هر جوری که تخیلتون بهتون اجازه میده. نورانی زرد رنگ در حال تابشه و میچرخه. چند نفس عمیق بکشین و نور رو روشن‌تر و قوی‌تر احساس کنید. اجازه بدین این نور ارتباط شما با قدرت شخصیتون و اعتماد به نفستون رو ترمیم کنه. حالا به آرومی توجه خودمون رو به چاکرای چهارم میبریم، چاکرای قلب. احساس کنید یک توپ نورانی سبز رنگی در این ناحیه در حال تابشه، میچرخه و انرژی رو به اطراف پراکنده میکنه. چند نفس عمیق بکشین. احساس کنین که این نور روشن‌تر و قوی‌تر میشه. گرماش رو حس کنین در ناحیه قلب. این چاکرا با ارتباط شما با عشق و همدلی در ارتباطه.
پس اجازه بدین ارتباط شما با عشق دادن و عشق گرفتن ترمیم بشه. احساس کنین در ناحیه قلبتون چه احساسی دارین الان. حالا کم کم توجه خودمون رو به چاکرای پنجم در گلو میبریم. احساس کنین یک توپ نورانی آبی رنگ در حال تابشه. نفس‌های عمیق انجام بدین و ببینین که نور میچرخه، روشن‌تر میشه، قوی‌تر میشه. این چاکرا ارتباط شماست با حقیقت و توانایی بیان حقیقت. توانایی گفتن حرفاتون. پس طبیعیه که خیلی هامون در این ناحیه دچار مشکل باشیم. تعادل نداشته باشیم. نتونیم حرف خودمون رو درست بیان کنیم. و این چاکرا طبیعیه که دچار گرفتگی هایی باشه. حسش کنین. این گرما رو، این انرژی رو حس کنین که گلوتون داره باز میشه، گرم میشه با این نور. حالا کم کم آگاهیمون رو به فضای بین ابروها میبریم. محل چاکرای ششم که اسمش چشم سوم هست. این قسمت رو حس کنین. تصور کنین یک نور آبی نیلی زیبا در این نقطه میدرخشه. آبی پررنگ. تصور کنین قوی‌تر، گرم‌تر و روشن‌تر میشه با هر دم و هر بازدم.
این چاکرا ارتباط ما با خرد درونیمون. پس سعی کنین ببینین اینجا چه احساسی داری. وقتی گرم میبینینش احساسش میکنین؟ آیا تصاویری میبینین؟ هر چی که هست ازش آگاه بشین. میتونین از خودتون بپرسین همین حالا من چه چیزی رو باید بدونم؟ حقیقت من چیه؟ و ببینین که چه بینش هایی یا جواب هایی به طور خودکار به ذهنتون میرسه. به هر پاسخی یا فکری که ظاهر میشه اعتماد کنین. اجازه بدین شما رو هدایت کنه. سعی نکنین خودتون جواب بدین. اجازه بدین هر چیزی که به طور خودکار به ذهنتون میاد همون باشه. شاید هم جواب خاصی در این لحظه به ذهنتون نمیرسه. هیچ اشکالی نداره. حالا کم کم آگاهی رو به بالای سر ببرین. محل چاکرای هفتم یا تاج سر. تصور کنین یک گوی بنفش درخشان زیبا در این نقطه وجود داره. یه چند سانت بالای تاج سرتون در فضا در حال چرخش. گرماش رو حس کنین که روی سرتون میریزه. با هر دم تصور کنین نور بنفش روشن‌تر و قوی‌تر میشه. با هر دم احساس کنین نور در تمام وجودتون پخش میشه. شما رو پر از حس معنویت و اتصال به کائنات میکنه. خودتون رو یک بخشی از یک کل بزرگتر تصور کنین که متصل هستین به همه موجودات جهان. یک حس وحدت و یگانگی با تمام هستی رو تجربه کنین.
همزمان که نفسهاتون رو انجام میدین تصور کنین همه چاکراها به طور روشن و هماهنگ با هم در حال چرخش و درخشان هستند. حس تعادل و سلامتی در ذهن و بدن رو حس کنید. چند نفس عمیق دیگه بکشین و به خودتون اجازه بدین که در لحظه حال برگردین. احساس کنین به بدن فیزیکیتون برمیگردین. به آرومی انگشتان دست و پا رو تکون بدین. و هر زمان آماده بودین به آرومی چشمای خودتون رو باز کنین. این حس تعادل و هماهنگی رو که الان تجربه میکنین سعی کنین در طول روز با خودتون همراه داشته باشین. عالی بودین. نماسته دوستان.